حیات و فعالیت الکساندر بوتلروف، خیمیکی برجسته روس. الکساندر میخائیلوویچ بوتلروف سال 1828 در دهه چیستوپولی ولایت قزان روسیه در خانواده اشراف زاده به دنیا آمد. او از خردی توجه زیاد به طبیعت و دانش داشت. هرچند که اول فلسفه می‌خواند، دیرتر به علم‌های دقیق خصوصاً خیمیا میل گرفت. بوتلروف دانشگاه قزان را ختم کرده بعداً در همین جا همچون آموزگار فعالیت کرد. زیر تاثیر استادان و عالمان زمان خود تدریجاً به یکی از محققان جدی کیمیای ارگانیکی تبدیل یافت. او سفر علمی به اروپا، فرانسه و آلمان انجام داد و با عالمان شناخته چون ویورتز و کیکول شناس شد. اما او روح و سبک مستقل خود را ساخت. در زمانی که کیمیای ارگانیکی پر از نام‌ها، فرموله‌ها و ماده‌های نامعلوم بود، بوتلروف شخصی بود که نظریه ساختار خیمیایی را با تحلیل منطقی و علمی تهیه کرد. سال 1861 او اولین شده نظریه ساختار خیمیایی ماده‌های ارگانیکی را پیشنهاد کرد. او گفت که اتم‌ها با ترتیب معین و با شماره دقیق پیوست می‌شوند. ترتیب پیوست شوی اتم‌ها یعنی ساختار خاصیت‌های ماده را معین می‌کند. با دانستن ساختار می‌توان خاصیت و حتی ترکیب ماده نو را پیشگویی کرد. این ایده بنیاد کیمیای معاصر ارگانیکی شد. وی ماده های زیادی نو را سینتز و تحلیل کرد، از جمله فرمالدگید، ایزوبوتانول و دیگران. کوشش کرد تا خیمیا را با زبان علمی ساده دسترس و فهما به دانشجویان آموزاند. کتاب‌های درسی و رساله‌های علمی او 100 ساله‌ها همچون منبع اساسی استفاده می‌شدند. الکساندر بوتلروف در آخر عمر به دهه برگشت، اما تحقیق را قطع نکرد. او اینچنین در ساحه کشاورزی نیز کارهای علمی انجام داد. الکساندر بوتلروف سال 1886 در سن 58 سالگی درگذشت. پایه‌گذار نظریه ساختار در کیمیای ارگانیکی، مؤلف صدها ماده‌های نو ارگانیکی، استاد ده‌ها عالمان معروف که بعدتر خود راهبران مکتب‌های کیمیا گشتند. در علم خیمیا نام او همچون معمار منطقی و اساسگذار ترتیب دهی ماده‌ها تا امروز با احترام یاد می شود. الکساندر بوتلروف به حساب می رفت. بعد از اعلان نظریه ساختار خیمیایی در سال 1861 الکساندر بوتلروف شهرت جهانی پیدا کرد. وی به کنفرانسی‌های علمی اروپا دعوت می شد و با خیمیکان معروف آن دوره مکاتبه داشت.
سال 1868 او به دانشگاه دولتی پتربورگ گذشت. آنجا او نه تنها درس می گفت بلکه لابراتوری معاصر کیمیا تشکیل نمود که با یک مرکز تحقیقات ارگانیکی تبدیل یافت. بوتلروف مربی سختگیر ولی با عقل بود. شاگردانش از جمله کیمیادانهای معروف روس و اروپایی گردیدند، مثل مندلیف، زلینسکی و مارکوف نیکول که یکی از شاگردان با تجربه بوتلروف بودند. در سالهای آخر حیاتش او به تحقیقات مرکبی ماده های شکرمانند، پیوستگی های نیتروژنی و مسئله های نامعین فرمول شیمیایی مشغول بود. همزمان با فیلسوفی علم و زمینه های نظر کیمیا توجه ظاهر کرد. غیر از تحقیقات، بوتلروف یک وطن دوست و روشن فکر بود. او باور داشت که علم باید در خدمت خلق و کشور باشد. بعضاً در مقاله ها و لکسیه های خود درباره اتیکه علمی، مسئولیت عالم و تأثیر علم به زندگی مردم سخن میکرد. در آخر عمر بعد از خستگی طولانی و بیماری او به زادگاهش ولایت قزان برگشت. همانجا 17 آگوست سال 1886 در سن 58 سالگی از دنیا درگذشت، ولی تا حال میراث علمی او به ما مانده است. تا امروز میراث علمی او نظر ساختار شیمیایی ماده ها، پایه اساسی کیمیای ارگانیکی، زیاده از 100 مقاله و کتاب های علمی، پیدایش یک مکتب بزرگ کیمیا در روسیه، در جدول دیمیتر ایوانویچ مندلیف یک ماده نو با نام او گذاشته نشده است، اما در تاریخ علم نام او باقی میماند.